خیلی شما به این ویدیو بچه. تو این ویدیو یه مهمون خیلی ویژه داریم. آراد جون که الان مایکش متاسفانه نمیتونه باز شه. متاسفم و آره ردی کن. آره بعد از بازی شاید صداشو شنیدیم. آره اوکی. خب بچه ها طبق اون اشناهایی که بارد بچه این با یه یوتیوبر فونم نونپنیر نمیدونم همچی چیزی بود. حالا شما از خودش میپرسن، من خودم فالوش ندارم. دارم ولی اسمشو نمیدونم. اوکی. و از من پروتو سیزن یک من فکر کنم سیزن اوه خدایا رفته بود روش. وای خاک تو سر من. خدایا میکروفون به فاک رفتیم. اوکی اوکی. اوی بیا بیا بچه این وره ایدم. آقا اینطوری نمیشه بچه. فقط من نیستم میبازم خیلی از یوتیوبرها فکر کنم با مسیار بنگم توله زنه. مسیار بنگم شکست میده آجی بابا. اوکی خب بچه ببخشید واسه ایرون یه چند لحظه همه چیز به فاک رفت. اوش یه لحظه داداش. آراد منم نیستی ببخشینو. ایرون لامصب نمیاد. با داداش به خودم جنگی داشتم خود درگیری. داداش بذار بیام خدگیر نوب سگ بذار بیام. داداش این من نیستم. این داداش دیگه از اینجاست که باید دریس فایر زنده شه. محمد کاظم. خب اوکی این ور نیست اینجاست. خیلی خرم خود تو سر کچل من کنن. اینو بده. وای بعد از سالها چه نیستیم بابا. خب تو سر من کنن بچه ها من تون را دارم. داداش آروم بگیر آروم. میدونم همه یوتیوبر رو زدی ناکار کردی. داداش من چه کارم؟ داداش آروم یه آروم میدونی. اوی بچه مجبورم
مجبورم لوکاس بکشم. اون چیزی که من باش خلق شدم، اون چیزی که دنیا باش خلق کرد. دارم دیوار رو میزنم. چه آدم کثافتیه. نوکو چی انداخت وسط. بابا بذار من تکون بخورم. خداش بذار من تکون بخورم. تو رو خدا گو خوردم. آها مرسی. دیدی بچه جو گو خوردنه. داداش گو خوردم ناموسن گو خوردم. وای بخورم نگاه کنی این نیکیو بخورم که ادیتور لطفا اون تیکه رو حذف کن. فکر من گوه زیاد میخورم. اون دیگه هم گوهخوری بود که بابا یه لحظه تو رو خدا بذار تکون بخورم. آرا دادی آرا میذاری تکون بخورم. میخواد 26 میخواد 28ش کنه. 26 اوکی. من رفت ریدم تو دهنه این اسنایپ شخمی. داداش خب بچه بنده خدا هم منم حق دارم. بنده خدا بچه من بنده خدا منطقی به خودم دارم میگم واقعا بنده خدا. خب طرف داره همه یوتیوبر رو میزنه من چه انی باشم بخواد. داداش گو خوردم ناموسم. داداش خوردم. آره کلا وی فینیشرش اومد. میزارم بنوزم گوشم رید توی فیسم. بنازم نمیذارم بچه ها مورد تحصیل قرار گرفتم. سیسی motherfucker bitch. باشه پشت بچه ها 26 تا خوردیم. بچه خودش تو رو خدا رو زیر این ویدیو کامنت بذار. خودت بگو همه رو زدی تقصیر من نیست. من بسک نیستم. همه رو زدی. تو حتی مسیحار بنگم جلوت باشه میزنی. خون پنیر فلانی هم زدی. خودت بذار اسمش رو رفتیم داخل لاوی ازت میپرسن ولی بزن بچه خودتون هم میدونیم تو همون چنل یارویی که الان من اسمشو نمیدونم بعدا ازش میپرسن میتونی خودتون هم برید ببینید چطوری زد. یوتیوبر مملکت رو رفته زده. بعد شما میگید بیاد اینو بزن یاداش. البته منم یه 360 حالا داخل اونی که چنلم که عمو حسین بود. اوی بچه من 2 تا چنل دارم.
یکیش باتری ماینکرافتی که اسمش هم حسینه، یکیش هم باتری پرونده جنایی و ایناست. بابا ریدم این گوشه من ریدم توش. بابا آقا دمیج 3 ساعت تموم دارم اینطور میذارم دمیج میخورم. آقا من چیکار کنم آقا؟ این تیرم نداره میشه این اسکین من بده 6 26 تا 26 بریم یه لحظه از بپرسیم بگیم یوتیوبرم لگت درود برادر کدوم بوده آقا؟ آراد این سوال منو بده. خب همون یوتیوبره که چیز کرده بودی باش تو رفتی کی بود؟ بچه ها خیلی براشون سواله. امیرعلی. بابا یوتیوبره باش تو رفتی. شکر پنیر. آره بچه شکر پنیر بوده. خودتون ببینه تقصیر من نیست. این خودش رفته یوتیوبرم مملکت رو زده برای شما میگی بیا اینو بزن داداش. من اول بازی 10 به 0 کردم، بعدش هردش رو گرفتم ولی باز 20-15 بردم. آقا بچه خود آرادم زیر ویدیو کامنت میذاره، خودش برید ساب کنید، لایک کنید، بتره کنید چنلشو. منم خودم اگه بشه لینکشو میذارم داخل خود کامنت ها یا داخل دیسکریپشن یا داخل توضیحات ها. داخل کامنت ها خودم آیدیمو چیز بکنم. اوکی و بچه ها تا این ویدیو دیگه عشق من هستید. آراد حرفی ندارید؟ خدا 26